ساکن جماعت دهاتی به نام جلال رحمانوف شهر ترسونزاده سهامدار خوجگی دهقانی باغ سامان دنیار جمعه احمدوف در این خوجگی به صفت اجاره‌کار فعالیت دارد. در میدان تاگزاری در اختیار داشتهش با اهل عائله و پیوندانش مهنت صافدلانه میکند. حاصل باغ انگور که امسال به زحمتکشان این خوجگی مژده درآمد خوب را میدهد، بابای دنیار از ثمر مهنت شبانه روزی اعضایان خوجگیشان میداند. مهنت کردیم، امروز این مهنت ما همه انگور پیدا شده است که این رزق روزی همه ما های. ما ایرا میفروشیم برای روزگار، زندگی ما تیز میکنیم، فرزندان را میخونیم، میپوشونیم، جا به جا میکنیم، همش روی همین زمین. رحمت به دولت، رحمت به جناب عالی که ما رو بیکار نمونده، با فرزندان و اهل بیت مقطعی در همین 1 هکتار زمین کار میکنیم، رزق روزی را خداوند داده شده است. برای انگور پرورش کردن 4-5 سال در مهنت در حاصل میدروید. برای او را پرورش کردن مهنت خوب کردن در کار ده، او را مثلا داروش دادن در کار در وقتش، انا برگش چیندن در کار، خمتاک خوب کردن در کار، آبش در وقتش دادن در کار. ان شاء الله مهنت کنی ثمرش میبینی. خوجگی دهقانی باغ سامان 13 سال قبل در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در میدان زیاده از 400 گکتار تشکیل شده است. در میدانهای تاگزار این خوجگی عین حال نمونه زیادی انگورهای خوش‌طعم وطنی از جمله حسینی، غلبه، کشمش، انگشت خانم، شاهانه و چند نمود دیگری که دهقانان این منطقه اختراع نمودند پرورش می‌یابد. انگوری خوش‌صفتی پرورش نموده این خوجگی خریداران خود را دارد و همه روزه به بازارهای کشور و خارج آن صدها تن صادرات می‌گردد. 464 گکتار زمین در انگور کاریدگیم. من از این سال همش حاصل به پر درآمدن. این سال انگور آمد، خدا با شکر من بود خو نغز آمدن. حاضر من خودتان خیلی که دیده استادتان از روسیه، از قزاقستان، قرقیزستان خریدارا آمدن. من حاضر چنیش انگور پر ادامه یافته استاد. خوجگی ما در 1100 نفر سهامدارا قطع کار کرده استادم، همشان خرسند. در حدود جماعت دهاتی به نام جلال رحمانوف شهر ترسونزاده زیاده از 300 خوجگی‌های خرد دهقانی تشکیل یافته است و خوجگی دهقانی باغ سامان از کلانترین خوجگی منطقه محسوب می‌یابد. به گفته رهبران خوجگی امسال برای دهقانان خوجگی بابرار آمد، از حاصل انگور درآمد دلخواه به دست آوردند. دهقانان اصلی منطقه در عزم آنند که با دست آوردن حاصل بلند و با صفت انگور در تامین امنیت عضوقواری مملکت حصه‌گذار باشند.